چشمانداز جهانی نفت اوپک در 2026 نگاهی واقع بینانه به تحول محتمل در چشمانداز انرژی تا سال 2050 را ارائه می‌دهد. با وجود انبوهی از عدم قطعیت‌ها، چشمانداز اوپک مسیری روشن برای پیمودن صنعت انرژی در حال تحول را فراهم می‌کند. این گزارش بستری مهم برای تسهیل همکاری بین‌المللی و اشتراک دانش به منظور تضمین امنیت انرژی جهانی است. با نگاه به آینده، جمعیت جهان تا سال 2050 بیش از 1.4 میلیارد نفر افزایش یافته و به 9.7 میلیارد نفر میرسد و جمعیت شهری نیز 1.7 میلیارد نفر افزایش می‌یابد که عمدتاً در مناطق در حال توسعه خواهد بود. اقتصاد جهانی تا سال 2050 دو برابر خواهد شد. در نتیجه، به رغم بهبود بهره‌وری، تقاضای کل انرژی اولیه 23% افزایش خواهد یافت. رشد در همه منابع انرژی بجز زغال سنگ دیده می شود و در کشورهای غیر عضو OECD متمرکز است. در حالی که انتظار می رود تقاضای انرژی‌های تجدیدپذیر قوی‌ترین رشد را ثبت کند، نفت سهم غالب 30% خود را در سبد انرژی جهانی تا سال 2050 حفظ می کند. تقاضای برق حدود 85% افزایش می یابد که عمدتاً ناشی از رشد قوی کشورهای در حال توسعه آسیا است. این جهش تقاضا با توسعه اقتصادی و برقی‌سازی همه بخش‌ها پیش رانده می شود و گسترش هوش مصنوعی و مراکز داده نیز از آن پشتیبانی می کند. تقاضای جهانی نفت همچنان قوی خواهد ماند، به طوری که تا سال 2050 به میزان 19 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به بیش از 124 میلیون بشکه در روز می رسد. هیچ اوج تقاضایی در افق دیده نمی شود. محرک‌های اصلی این رشد بلند مدت تقاضا کشورهای غیر عضو OECD هستند که تقاضای آنها 27 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. این رشد عمدتاً در هند، سایر کشورهای آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین خواهد بود، در حالی که تقاضای کشورهای عضو OECD نزدیک به 8 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد. پیشرانه‌های اصلی این رشد بخش‌های حمل و نقل جاده‌ای، هوانوردی و صنایع پتروشیمی هستند. رشد تقاضای حمل و نقل جاده‌ای بر پایه گسترش بزرگ ناوگان جهانی خودرو است. از 1.7 میلیارد دستگاه در سال 2025 به نزدیک 3 میلیارد دستگاه در سال 2050 که بیشتر آن در کشورهای در حال توسعه است. سریع‌ترین رشد در بخش خودروهای برقی دیده می شود، اما خودروهای با موتور احتراق داخلی تا سال 2050 با در اختیار داشتن سهمی نزدیک به 73% همچنان گزینه غالب در ناوگان خودروهای جهان می باشند. در سمت عرضه، با اوجگیری عرضه مایعات آمریکا در اوایل دهه 2030 انتظار می رود کل مایعات تولیدی کشورهای خارج از اعلامیه همکاری از اواسط دهه 2030 در محدوده 60 میلیون بشکه در روز به ثبات برسد. در نتیجه، انتظار می رود نقش نسبی عرضه مایعات کشورهای DOC به طور قابل توجهی افزایش یابد و به 64.5 میلیون بشکه در روز برسد. در بخش پایین دستی، آسیا، اقیانوسیه، آفریقا و خاورمیانه رشد بلند مدت ظرفیت پالایش‌ها رهبری می‌کنند. در مجموع، افزایش ظرفیت تقطیر جهانی تا سال 2050 معادل 19.3 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود. ظرفیت واحدهای ثانویه نیز در این دوره رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد. با ادامه رشد تقاضا و افول طبیعی منابع موجود، تا سال 2050 نزدیک به 18 تریلیون دلار آمریکا باید در صنعت نفت سرمایه گذاری شود. دو سناریوی جایگزین برای سناریوی مرجع، شامل سناریوی فناوری محور و سناریوی رشد عادلانه، دامنه عدم قطعیت‌های پیش رو را روشن می‌سازند.
چشمانداز جهانی نفت اوپک در 2026 می‌کوشد با ارائه دیدگاهی بی‌طرف، مبتنی بر شواهد و قابل اعتماد درباره آینده انرژی جهان، گفتگوی معنادار را تشویق کند. این گزارش آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن انرژی در دسترس، مقرون به صرفه و پایدار است. آینده‌ای که به رونق کشورها و مردمان در سراسر جهان کمک می‌کند.